بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اذا الشمس كورت، آنگاه که خورشید در هم پیچیده و تاریک گردد. و اذا النجوم انکدرت، و آنگاه که ستارگان بی فروغ شوند. و اذا الجبال سیرت، و آنگاه که کوهها به حرکت درآید. و اذا العشار طلت، و آنگاه که ماده شتران باردار رها شوند. و اذا الوحوش حشرت، و آنگاه که حیوانات وحشی در کنار انسان گرد آورده شوند. و اذا البحار سجرت، و آنگاه که دریاها جوشان و برافروخته شود. و اذا النفوس زوجت، و آنگاه که هر کس با همسان خود قرین گردد. و اذا الموءودة سئلت، و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بأی ذنب قتلت، که به کدامین گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت، و آنگاه که نامه های اعمال گشوده شود. و اذا السماء کشطت، و آنگاه که پرده از روی آسمان برگرفته شود. و اذا الجحیم سعرت، و آنگاه که دوزخ افروخته و شعله ور گردد. و اذا الجنة ازلفت، و آنگاه که بهشت برای پرواپیشگان نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، در آن هنگام هر کس خواهد دانست که چه چیزی برای آخرت خود آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به ستارگانی که به جایگاه خود باز می‌گردند. الجوار الکنس، شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس، و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند. والصبح اذا تنفس، و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم، بی تردید این قرآن سخن الله است که ابلاغش به پیامبر بر عهده فرستاده‌ای بزرگوار است. ذی قوة عند ذی العرش مکین، که مقتدر و نیرومند است و نزد الله صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین، در آسمانها که ملکوت اعلا و عالم فرشتگان است از او فرمان میبرند و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون، ای مردم همنشین شما دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و به راستی او را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین، و او بر ابلاغ آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم، و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون، پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین،
این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منكم ان يستقيم، برای هر کس از شما که بخواهد راه راست حق را در پیش گیرد. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. و شما نمیخواهید مگر آن که پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد.